شما اگر وقت برنامه شما محدود بیایید نباشه تو میکنیم که من فکر میکنم وقت اگر نشدم به میترام خودت من میخوایم که یک پارچه دیگه بفرمایید یک پارچه دیگه اجازه دوستا باشن. البته فضا بسیار صمیمانه است. دوستای عزیز بینندگان گرامی تلویزیون جهانی آریانا شما آمادگیتان بگیرید. ما میخوایم تا شما آماده کنیم میخوایم گپای خدا بگوییم. اگر یک ذره معطل میشیم یا ساز سر میشه یا یک چیزی رو ما پیش بینی کردن نمیتونیم شما لطفا ما را ببخشید. برنامه‌های لایو واقعا اینطور میباشه. بفرمایید. شعر از مرحوم فیض کاشانیه. دل و دین و عقل و هوشم امرا باب دادی ز کدام باد ساقی به من خراب دادی ز کدام باد ساقی به من خراب دادی دل و دین و عقل و هوشم امرا باب دادی ز کدام باد ساقی به من خراب دادی ز کدام باد ساقی به من خراب دادی جا شد چون نقاب برگشودی دل عالم زجا شد چون نقاب برگشودی دو جهان با هم برآمد چوب از آفتاب دادی دو جهان با هم برآمد چوب از آفتاب دادی دل و دین و عقل و هوشم امرا باب دادی ز کدام باد ساقی به من خراب دادی ز کدام باد ساقی به من خراب دادی کس نصیب دارد ز نشاط و شادی ما همه کس نصیب دارد ز نشاط و شادی ما به من قریب مسکین غم بی حساب دادی به من قریب مسکین غم بی حساب دادی دل و دین و عقل و هوشم امرا باب دادی ز کدام باد ساقی به من خراب دادی ز کدام باد ساقی به من خراب دادی دل و دین و عقل و هوشم امرا باب دادی ز کدام باد ساقی به من خراب دادی ز کدام باد ساقی به من خراب دادی. ماشاءالله نام خدا را من جان نبوی بسیار تشکر.
لطف کردین. واقعا که بسیار مقبول خواندین. نظر لطف. ما امیدوار هستم که بازم میمان ما باشین. حتما ان ما شاء الله. امیدوار هستم که سی دی ها و کلیپ شما جای افتخار همگی ماست. کمچی تلویزیون واقعا فعال داریم و از دستاندارکاران شما واقعا یک جان تشکر. واقعا همه شما اکتیوین. خواهش میکنم. بسیار تشکر. یک جان تشکر از شما. به خاطر شما هستیم، به خاطر این بینندگان نازنینی که اینجا ششتن ما شما رو میبینن، به خاطر از این همینه که بینندگان عزیز همه شما رو یاری کنن. این بسیار گپ. ما پشتیبان شما هستیم. این یگان گپ خوبم برای ما بزنیم. واقعا دوستان عزیز براتون میگم، وعده میکنم که در هر 15 روز چنین برنامه لایو خدمتتان پیشکش خواهد کردیم. از کجا؟ از منشن، از برلین، از هامبورگ، از آمستردام، حتی از پولند. ما براتون وعده میکنم که اینمی گروپ ها رو میخوایم، ولی ببینید که مشکل در کجاست. اینمی دوستا را که ما دعوت میکنیم اینا خب بسیار مهربانی کردن، از فرانکفورت و دارمشتات و کلن و اینجا خودشان و مصرف خود به شرایطی که خودشان داشتن. بگذارین که تمام دوستا بیان، تمام دوشیزهای جوان بیان، تمام خانما بیان، همگی بیان در پروگرام خودشان حصه بگیرن. پروگرام تلویزیون آریانا از همگی از جهانی است طبعا دیگه. از تمام دخترای نازنین خواهش میکنم، در جوانای که علاقه به موسیقی دارن لطفاً بیاین پروگرام ها رو درست کنن. اما بشنیم هفته 2 بار شما میگین، من میگم هفته 1 بار. خب بیاین امیره و پشتیبانی بیننده عزیز خود بانیم. هر لحظه که اونجا ما اشپارکسته و کنتو اینا رو میتیم، لطفاً ما را درک بکنین. واقعا تلویزیون شما با پشتیبان ضرورت داره. اگر شما نباشین ما نیستیم. واقعا ما را کمک کنین از ته دل. باز دوستان هم اینجا منتظر هستن که باش که فلانی اگه کمک کرد ما هم کمک میکنیم. و در خودت اول شروع کن باز بر میکنیم. واقعا گپ منطقی میکنید. بسیار صمیمانه دوستان عزیز من خدمتتان عرض کردم. رامین جان نبوی یک جهان تشکر. از شما تشکر، همچون از آقای نعیم جان جوانبخت. بله که پروگرام واقعا پشتیبانی میکنن یک جان از دیگه هم کارا شما جهان تشکر. لطفتان است. برای دوستایی که میخواین ما را کمک بکنن، برای دوستایی که میخواین اینمی دقیقاً برنامه ها داشته باشن، برای دوستایی که همین لحظه لذت بردن از این هنرمندا، بازم خواهش میکنیم که اونجا نوشته شده در روی پرده تلویزیون برای هموطنان داخل آلمان نام های است است، کنتو نمبر داده شده، BLZ یا نمبر بانکی داده شده. لطفاً تلویزیون جهانی آریانا تان کمک بکنین که بتانیم ما چنین برنامه را بر شما داشته باشیم. شاید مثل از این هنرمندای زیاد دیگه آرزو دارن که بر شما خدمت بکنن، ولی ما باید امکانات داشته باشیم با کمک شما که بتانیم اینا را دعوت کنیم. خب دوستای نازنین، یکی از برنامه‌های ما همین سوپر استار شما پیشتر یاد کردین. این واقعا برنامه است که ما و تمام تلویزیون در این فکر هستیم که این به موقع و به زمانش دایر شود، دوستای زیادی بیان و در این سهم بگیرن. یک لحظه بازم او را می‌بینیم درباره سوپر استار یک چیزی میشنویم، بازم بعد از 1 دقیقه کنیم در خدمتتان هستیم. سوپر استار سوپر استار افغانی در اروپا. سوپر استار افغانی در اروپا مستقل هستین؟ این سوال است که ما همیشه خدمت شما مطرح میکنیم. امیدوار هستیم فراموش نکنین که هر تلفن شما تلویزیون جهانی آریانا را کمک میکنه. در جریان برنامه با باز از تکنیک دایرکتر ما و از دایرکتر برنامه خواهش خواهد کردم که چند بار دیگه اینو تکرار بکنه. شما میتونین هنوز هم برای ما تلفن بکنین، به خاطر که ما نه تنها در مورد تلویزیون 24 ساعته فکر میکنیم، همین تلویزیون فعلی که از کانال ABC1 پخش میشه همین هم با مشکلات مواجه است. لطفا ما را فراموش نکنین. دوستان عزیز، از هنرمندای خوب ما از آوازخوانا چیزای جالب شنیدیم. یک میمان نازنین دیگه که ما دارم امشب، اینا آقای شمس هاشمی نام دارن، یه پسر مرحوم استاد